بر من لای 100 ساله شوی، در پهلوی ما نشسته همسایه شوی، همسایه شوی که دست به ما سایه کنی. شاید که نصیب من بیچاره شوی، یاری سبزی نی من به شکار آمده ای، یک سبد گل بر سر با بهار آمده ای. بلبل بلبی چشم چی کار آمده ای، یا تشنه شده یا به شکار آمده ای. نه تشنه شده نه به شکار آمده ای، دیوانه شده دیدن یار آمده ای. تو نگار جان منی، جان و جانان منی، گوش کن عرض مرا، نوری چشمان منی، نوری چشمان منی. اجزای دل دیگه قدم بوره جدید در مسافرت در عالم غربت دیگه قدزی دنبوره دیگه بیرار از مو خواهری یک آهنگ بسیار زیبا خواند اما کوتاه بود دیگه. خیر بنگری به خدا، یک ماه میشد ناخون معمول‌ترین تر میشد. یک دنی دیگه نمیزنی؟ یک دنی دیگه هم ده بس چون کوتاه بود تازه مزه دیده. ولی اینی شاهکاره. باز کشیش میگه هنر نزد ایرانیان است و بس. یه نه هنر ساکن نظامی هیچ خود این رقم جور کنن. اینیش دبله شیره. دبله شیر نه، قطی رنگ. قطی رنگ رنگ 3 کیلویی ها. یه نزی میگه هنر. عزیزان رخنه در سندان کندش، رسن در گردنی شیران کندش. گدا و میروخان و پادشاه همه با خاکی را یکسان کندش. شبانگه ناله‌ای جان سوزو کردم، به یاد چشمی مستش روزو کردم. زینوکی میجش سوزن گرفتم، میان سینه را گلدوزو کردم، میان سینه را گلدوزو کردم، میان سینه را گلدوزو کردم. این ویدیو بماند
خاطره یادگار شهر اسلام آباد برکاو. خیر بینگری نتابد بخدا چیک دی چیز امو ملا و یک خواننده بود در ایران آقاسی نعمت نام از اونه نعمت آقاسی همراه یک شیخ بود به نام کافی یاردویش میگه دمو یک بیابان مرفته ده اردویشی باز اردویش یک خر داشته ده بازی ملا اردویش نبد منه اول ملا سوار میشه سوار که میشه میگه خدایا دمی بیابان هم یک خرم کلان نعمت است این نعمت آقاسی درش بر مخوره باز او کتاب میشه نباید تزی میشه سوار میشه میگه خدایا دمی بیابان هم یک خرم کافیه باز یک مثال دیگه ما میزنم میگه خانه گرگش موقع به استقبال نیه خانه هنرمندش موقع دیگه نباید بدون آله موسیقی و خصوصا باشه بو مردم دنبره باید در خانه باشه 100% ولی خب شرایط یک رقمی آمد ولی ما از مغز سنگ هم ممکنی نمونهش به افتخاری حضرت